شام بخیر عزیزان. طرز تهیه طعام گرجی. با 100 میل روغن میاندازیم. مرغ‌ها رو تا سرخ شدنشون تفت میدیم. از دیگ میگیریم و به همون دیگ پیاز میاندازیم. پیاز رو 2-3 دقیقه تفت داده با اون سیر پیاز اضافه میکنیم. همین که پیازها ملایم شدن، مرغ‌ها رو دوباره به دیگ میگردونیم و خوب آمیخته کرده 1 کیلو پمیدور میاندازیم و در آتش پست به مدت 20 دقیقه دم میپرتیم. بعدا با اون نمک و ادویه اضافه میکنیم و کبوتی از کبوتی ها، ریحان و شبیت باز خوشمزه تر میکنه طعام رو. و نمک و ادویه ها رو اضافه کردیم. 5 دقیقه دیگر در آتش پست دم میپرتیم و خوب طعام خوشمزه و معروف گرجی آماده شد. آن رو میتوانید در آلودگی با نان، با برنج، با سیب زمینی نوش جان کنید. امیدوارم پسندتان میآید و برای عزیزان خود آماده میکنید. نوش جان.